اگه تو هم می‌خوای تنظیمات اسنایپ تو از نوب تبدیل کنی به پرو، یا این تنظیماتی که بقیه استفاده میکنن رو نمیدونی، تا آخر این ویدیو رو ببین و از دست نده. سلام بچه، حالون چطوره؟ من ایمان هستم و خیلی خوش آمدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم بهتون کل تنظیمات اسنایپ که لازمه رو با هم پیش بریم و انجام بدیم. فقط قبلش ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید. دم همتون گرم. با حمایت‌های شما هرچی سریعتر این 4000 تا واچ تایم هم پر می‌کنیم. دم همتونم گرم. دیگه حرف اضافه نمیزنم، بریم سراغ ویدیو. خب برای شماره 1 شما باید برید قسمت گرافیک بتل، این گزینه رو فعالش کنید. حالا این گزینه به چه دردی میخوره؟ این گزینه همونیه که اسکوپ اسنایپتون رو کوچیک‌تر میکنه و خوشگل‌تر باز میشه دیگه، که حالا اکثر پلیرای اسنایپ بتل همه از این گزینه استفاده میکنن، که حالا پیشنهاد میدم که شما هم استفاده کنید از این گزینه. خودم حالا استفاده میکنم، حالا شما هم استفاده کنید. گزینه خیلی خوبیه، اسکوپ رو نرمتر باز میکنه. خب حالا بریم سراغ شماره 2. شما میرید بیسیک و گزینه اول سمت چپ ایم اسیست رو روشن میکنید. حالا این ایم اسیست به چه دردی میخوره؟ بریم تا بهتون بگم. شما وقتی ایم میگیرید روی انمی عین چیت ضعیف عمل میکنید دیگه، روی انمی قفل میشه و با انمی حرکت میکنه دیگه، که پیشنهاد میدم اینو قطعا استفاده کنید. حالا گزینه‌های دیگه استفاده نکنید، اینو قطعا استفاده کنید، خیلی خوبه. خب بریم سراغ شماره 3. شما دوباره میرید بیسیک، میایید پایین و این گزینه فست اسکوپ سویچ رو روشن میکنید. این به شما کمک میکنه سریعتر از قبل اسکوپ رو باز کنید و ببندید. مخصوصا شما که میخواید فست اسکوپ بزنید، این گزینه به شما خیلی کمک میکنه. خب حالا ولش کنید، بریم سراغ شماره 4. دوباره بیسیک میایید پایین و این گزینه که فلیش زدم رو میزنید. خب حالا این گزینه چیکار میکنه؟ برید تا بهتون بگم. این به شما کمک میکنه هنگام راه رفتن گان یا نایفتون رو تو دستتون دنس بزنید یا هم گان اینسپکشن بزنید، که به نظرم این فقط داخل مولتی جوابه، یعنی چیز خوبیه. حالا این تنظیماتی که دارم بهتون میگم هم برای بتله هم برای مولتیه. خلاصه این به نظرم فقط مختص مولتی هستش. حالا دوست داشتیدم استفاده کنید داخل بتل، ولی به نظرم این گزینه فقط داخل مولتی فعال باشه چیز خوبیه. خب حالا بریم سراغ شماره 5. شما دوباره میاد قسمت بیسیک، دوباره میاید پایین و این گزینه رو فعال میکنید. حالا این گزینه به چه دردی میخوره؟ این گزینه مثل FOV میمونه، همونطور که دارید میبینید اجسامو. خب همونطور که دارید میبینید اولش بزرگ نشون میده قبل از اینکه فعالش کنید. حالا وقتی که فعالش میکنید کوچیک‌تر نشون میده، حالا انمی باشه، اجسام باشه، هر چی میخواد باشه. حالا وقتی که انمی تو دهنتون باشه، خب این کوچیک‌تر نشونش میده، خیلی راحت‌تر میتونید بزنیدش. خب حالا بریم سراغ تنظیمات شماره 6. شما میرید داخل بیسیک، میاد پایین و گزینه دمیج نامبر رو پیدا میکنید. حالا پایین‌تره ایناش، شما این گزینه رو فعال میکنید. حالا این گزینه به چه دردی میخوره؟ اینم عین ایم اسیست، شما باید فعالش کنید، چه حالا اسنایپر باشید یا هر چی میخواید باشید. این گزینه به شما کمک میکنه که دمیج انمی رو نشون میده دیگه. خلاصه اینم مثل اون، حالا میخواید اسنایپر باشید، نه شاتگان پلیر باشید، هر چی باشید، اینا پیشنهاد میدم که حتما فعالش کنید. خب حالا بریم سراغ شماره 7. شما داخل بیسیک دوباره میاد پایین و وقتی که میاد پایین این گزینه ادز، این 4 تا گزینه که میبینید و دومی رو فعال میکنید. حالا چرا بین این 4 تا گزینه حالا دومیشو فعال میکنید؟ الان بهتون میگم. چون وقتی روش نگه میدارید باز میشه، وقتی ول میکنید خوش بسته میشه به طور خودکار. خب این خیلی خوبه. حالا بریم سراغ شماره 8. شما میرید قسمت سنسیویتی، اونجا که رفتید یه داستانی داره، اینکه هر کسی یه سنس مناسب خودشو داره. یعنی شما انقدر میگردید دنبال سنس خودتون، انقدر اینا رو جابجا میکنید، انقدر کم و زیادش میکنید تا سنس خودتون رو به دست میارید. حالا راجع به گزینه‌هاش یه دونه ویدیو جدا درست میکنم براتون توضیح میدم که هر کدوم از این گزینه‌ها به چه دردی میخوره. حالا این جنگلی اولیه که هست، اینو کم و زیاد کنید روی همش تاثیر داره. وقتی زیاد بذارید همه گزینه‌ها زیاد میشه، ولی اگه روی صفر بذارید کند میشه دیگه، اصلا سریع نی، اصلا کند میشه. حالا جلوتر بهتون نشون میدم که چجوری میشه. حالا گفتم یه دونه ویدیو جدا در مورد سنسیویتی براتون حتما میذارم. حالا روزهای آینده 100% قولشو بهتون میدم که میذارم.
که هر گزینه به چه دردی میخوره دیگه. یعنی مثلا سنس اسکوپ کجاست، سنس بالا پایین پریدن کجاست، مثلا سریعتر تکون میده، یا سنس مثلا همه اینا رو براتون توضیح میدم که چجوریه اینا مثلا تغییرش بدید و سنس خودتون رو بالاخره پیدا میکنید دیگه. حالا اینا رو ولش کنید، بریم سراغ اتچمنت. یه اتچمنت گاد براتون برای دیل آماده کردم، حتما استفاده کنید، خیلی اتچمنت خوبیه. حالا خودم استفادهش میکنم، حالا پیشنهاد میدم که شما استفادهش کنید، حالا اسکرین شات بگیرید، هر کاری میخواید بکنید این داشته باشید دیگه. خلاصه حالا یه چیزی هم بگم برای اسنایپ، شما باید پرک فست سویچ حتما داخل اتچمنتتون باشه. حالا هر اتچمنتی که میچینید اتچمنت خودتون باشه، هر کسی باشه. و اینکه یه دونه ویدیو برای اسولت نایف گذاشتم، میتونید داخل چنل ببینید. نایف اسولت کمک میکنه که شما موومنت های بهتری بزنید با اسنایپ، مخصوصا با پرک فست سویچ قشنگ طرفو میتونید رندش کنید دیگه. حالا خلاصه این بود از این ویدیو. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید. دم همتون گرم تا اینجای ویدیو هم رو هم بودید. مرسی، فعلا خداحافظ همتون.